مقامات ووهان چین بار اول دکبر سال 2019 از خروج بیماری غیرعادی خبر دادند. از همان وقت تحقیق موشکافانه کرونا ویروسی نو آغاز یافت ولی سالهای زیادی بی پاسخ ماندند. کووید 19 به انسان چگونه اثر می‌کند؟ اولا مثل بیماری زکام بود. بعداً طبیبان علامت‌های تاثیر ویروس به مغز، دل، گرده، اعضای هاضمه را هم دیدند. خون بعضی بیماران لخت نیز می‌بندد که ممکن است به سکته دل و یا مغز برساند. ما موردهای زیاد سکته مغزی و لخت خون در خونابه ها را می بینیم. خون لخت در همه جا هست، لخت زیادی را در رگ‌های پای می بینیم. ما هنوز هم درباره کووید چیزی بسیاری را می آموزیم. تا حالا همه چی را نآموخته ایم. ما بیماران جوانی را در بیمارستان دیدیم که سکته مغزی اولین علامت بیماری کووید 19 در آنها بوده است. بعضی از بیماران مبتلای آماس مغز هم می شوند. معلوم نیست که تاثیر گردش خون است که علامت‌های دیگر را ظاهر می کند یا ویروس به اعضای گوناگون بدن مستقیم آسیب می رساند. چرا کووید 19 به کودکان دیگرگون اثر می کند؟ در مجموع بیماری به کودکان نظر به کلانسالان کمتر سرایت می کند. به نظر می رسد که کودکان ویروس را کمتر پهن می کنند و در صورت سرایت ویروس هم بسیار کم بیمار می شوند. اما موردهای بیماری جدی کودکان هم دیده شده است که طبیبان آن را سندرم التهابی چند جانبه وابسته به کووید 19 نامیدند. آنچه که ما سندرم التهاب مینامیم چنین علامت‌ها دارد: تب بلند، سرخی پوست، اکثراً با درد شکم، قی، کاهلی و مانند اینهاست. سبب آمدن آنها به شعبه احیاگری شاک هم می باشد. این سندرم نادر است و ارتباطش با کووید 19 درست درک نشده است. یک فرضیه این است که بدن کودکان به کرونا ویروس واکنش بیش از حد نشان می دهد. کرونا ویروس چگونه پهن می شود؟ حالا هم معلوم نیست که ویروس از قطره‌های آبی عدسه و سرفه سرایت می کند و یا ذره‌های خرده که از نفس و صحبت بیرون می آیند. دلیل‌های نو نشان می دهد که دسته‌های افرادی هستند ویروس را زیاد پهن می کنند. تحقیق معلوم کرده است فقط 20% بیماران سبب سرایت ویروس به 80% مبتلایان نو بودند. اما معلوم نیست خود این بیماران بسیار واگیر بودند یا جای معین کار و معاشرت سبب شده است. آیا شفا یافتگان برای مدتی طولانی رنج می‌کشند؟ از بس که کووید 19 بیماری نو است، پیامدهای دراز مدتی آن معلوم نیست. بعضی بیماران بعد از معالجه هم چند هفته خستگی و نفس تنگی داشتند. در نتیجه پندمی کووید 19 ما گروه زیادی شفا یافتگان را داریم که عارضه های گوناگون را دارند، از مشکلات در راه‌های نفس تا به شش و مسائل روانی معالجه از بیماری سخت. درصد عمیق آنهایی که این مشکلات را دارند و دوامناکی بیماریشان ناروشن است، ولی امیدواریم ما این را بهتر درک و تصویر می‌کنیم. تأثیر دستگاه نفسکشی به بیماری یک خطری دیگر است. شش و گرده های آنها آسیب می‌بیند. آیا انسان از کووید 19 مسئولیت پیدا می‌کند؟ بدن انسان پادتن‌های حاصل می‌کند که با کرونا ویروس مبارزه می‌برند، اما کسی نمی‌داند پادتن‌ها چقدر می‌مانند و یا چه حد از سرایت تکراری محافظت می‌کنند. حالا زود است که بگوییم آنهایی که شفا یافتند می‌توانند دیگر مسافه ضروری را با دیگران رعایت نکنند. البته معلوم است که شما عمر بعد مسئولیت داشته نمیتوانید. مسئولیت امروزه که آزمایش نشان داد ضمانت نمیدهد که شما تا 3، 4 یا 5 سال دیگر از بیماری امین هستید. دوامناکی مسئولیت هم معلوم می‌کند که واکسن چند سال تأثیری لازمی را خواهد داشت. مثل دیگر جنبه‌های کووید 19 وقت و تحقیق زیاد ضرور است تا پاسخ‌های قطعی به این سوال یافته شود.